میگو شوهر این نوعی کرامت که این کودک شود صاحب ولایت. و شوامه شوشگو که مردک همین حادثه شده بسیار همین دل من بودگی بچه به طاقت شدی سادگی این نمیدونم چی گپ باشد. یه به شوهر گو که این آخین کرامت میگن اولیاء را کرامتش حقه و با این کودکی من تو گفت انشاءالله صاحب ولایت میشیم. سبا بقال را رفته رضا کن بهای دانه انگورش ادا کن. بقای را گو اما انگور فروشی ها و اما نرخ انگورش تک همید. سبا بقال را رفته رضا کن بهای دانه انگورش ادا کن. به انگورش رضا گردید و بقال تمام شد مدتی حملش مهوسال. برفتگانش داد انگور فروش راضی کرد. همین خطیب 9 ماه گذشت و حضرت مشرف از مادر تولد شد. تولد یافت آن فرزندی نیکو تولد یافت آن فرزندی نیکو فتیل موی شهلا چشم و خوشرو. به او نامی رحیم بابا نهادن به او نامی رحیم بابا نهادن به دل پیوند مهرش راه دادن. ثانی به حضرت رحیم بابا نامش کردم. اصلی مشرب و نامش رحیم بابا همیشه گریه میکردی به افغان همیشه گریه میکردی به افغان نکردم ای سوی شیر پستان. همین از مادر تولد و فقط کارش گریه بود. پستانم دستینه مادر دانش میموندن نوه گریه فقط گریه میکرد. ندانستی کسی درد دلی او ندانستی کسی درد دلی او نستی سیر عروج منزلی او. چه میدانستن که باید چه حال دارد و کجا سیر میکنن. نپوشیدی بتن هرگز لباسه نپوشیدی بتن هرگز لباسه بجز جرعه ننوشیدی زتاسه. همین کلانه که همیشه لباس نمیفقد تنش بگه حضرت. سر و پای برهنه مست و شیدا سر و پای برهنه مست و شیدا ز رویش نور یزدانی هویدا. و حضرت مشرف مادرزاد اولای ملا بازار نام من نام مردی عزیزه ملا بازار نام مردی عزیزه به زهد و تقوی دین با تمیزه. و 6 ساله شد قشلاق جان یه آدم ملا بازار نام داشت. آدمی خوب بود. و حضرت مشرف بردن پیش یوکی یکان چه هفته خواندن. پدر در پیش او بردش بخواندن پدر در پیش او بردش بخواندن ز بحر علم و در گوشش چکاندن. میگو ملا رحیم بابا الف گو میگو ملا رحیم بابا الف گو الف و به و ت با این ردف گو. بسم الله الرحمن الرحیم. و ملا بادا گو که بچه مکنه رحیم بابا گو الف به ت بگو بردر الف بگفت بر در الف هم خدا بر بگفت بر در الف و هم خدا بر نبلغا برنی معنی سین بیان بر نبلغا برنی معنی سین بیان بر. بزد سیل چی می پرسیزی معنا بگو گرد زبانت راست. یعنی سانه گو که الف معناش کو یک نه خدا یک گو داملاش تو من گو که این چی معنا دارد این گو این داملا یک شپاتی زد تو گو گوده که چا مگیدی معنایی نپرسیدن. بیزن سیلی چی می پرسیدی معنی بگو گرد از زبان از راست. یعنی کشیدن عربه رو شوزی خانه چو مجنون سوی صحرا شد روانه. به همه الله گفته به
ای داری مدرسه برام و بابا راگو مدرسه تای خرید بگو ملا مرا به اذن ابوی بگو ملا مرا به اذن ابوی که هستی تو به ایشان قرة العین. یعنی من عبدالله خیرا دوید قبل گوشم اجازتی پدرت گیر گو به اجازتی وی جان راو بگردانید رو گفت ای منور بگردانید رو گفت ای منور نه عاشق را پدر باشد نه مادر. برآمد بر سری کوه خرامان برآمد بر سری کوه خرامان ز داغ سوز و جذب عشق سبحان. این چه شور است که اندر دل و جان می‌ریزد. این چه شور است که اندر دل و جان می‌ریزد نمکی سوده به این زخمی زکام می‌ریزد. کس نداند ز کجا ریخت و کجا می‌سوزد. عاشقانم خیلی همچنان کس نداند ز کجا ریخت و کجا می‌سوزد نیست محرم نظری غیر نهان می‌ریزد. عاشقان را نظر از سری خلاص کنی عاشقان را نظر از سری خلاص کنی ز بدن جرم تو چون برگ خزان می‌ریزد. ز بدن جرم تو چون برگ خزان می‌ریزد. عشق به قسمت حق میل به هر دل نکند عشق به قسمت حق میل به هر دل نکند ورنه اشک از میژه خرد و کلان می‌ریزد. آبروی دو جهان تو از این حرص فزون آبروی دو جهان تو از این حرص فزون فهمیدم این پرچه اینان می‌ریزد. کس نداند که خط از راست بیاید یا چپ کس نداند که خط از راست بیاید یا چپ عرق از خجلت آن شرم ز میان می‌ریزد. یاد کن از لحدی تنگ و سؤالی ملکان یاد کن از لحدی تنگ و سؤالی ملکان استخوانت ز دمی گرزگران می‌ریزد. استخوانت ز دمی گرزگران می‌ریزد. گر نگارم به فلک شمس و صفت جلوه کند گر نگارم به فلک شمس و صفت جلوه کند و زمین کوکب و خورشید نیام می‌ریزد. به ورق کلک جنونی ز کلام عشقش به ورق کلک جنونی ز کلام عشقش اشک و ریزان به سری خویش دوام می‌ریزد. الهی غرق نور ذات وحدت کن جنونی را غرق نور رحمتش کن. الهی غرق نور ذات وحدت کن جنونی را اگرچه غرق عصیان است و رحمت کن جنونی را. به دنیا گرچه از نامحرمان اسرار پوشیدم به دنیا گرچه از نامحرمان اسرار پوشیدم به شور عشق در شور قیامت کن جنونی را. محبان تو را دیده ندیده دوست می‌دارم محبان تو را دیده ندیده دوست می‌دارم به فردا در صف اهلی محبت کن جنونی را.
عذاب دوزخی عاشق که هجران بود سوزیدم عذاب دوزخی عاشق که هجران بود سوزیدم به وصلت سرفرازی سیر جنت کن جنونی را گلی رویش ندیدم در تواف یثرب و بطحا گلی رویش ندیدم در تواف یثرب و بطحا به زیر خیمه پرنوری حضرت کن جنونی را به زیر خیمه پرنور حضرت کن جنونی را نگشته سیر از جام محبتش نلب رفتم نگشته سیر از جام محبتش نلب رفتم به زیر خاک مستی جام شربت کن جنونی را به ذوق و شوق عشق از کودکی پرورده شد جانم به ذوق و شوق عشق از کودکی پرورده شد جانم به جذبه در کفن با ذوق حالت کن جنونی را زی هر سو سینه چاک گر بیاید بر سری خاکم زی هر سو سینه چاک گر بیاید بر سری خاکم نزولی فیض اندر خاک تربت کن جنونی را آرادگاه همین ما شما دست فاید دوست داشت داخلی چند تیرا و ادامه کنید قرآن کنید شب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا خفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
قريب من المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. و تمام ارواحایی که از این خاندان ما امید فاتحه دارم خداوند از ثواب این آیه های تلاوت شده خیر بسنده خصوصا با آیه عبدالله رحمه الله و عبدالله رب نصیب